نمایشه خلقی جمهوری تاجیکستان محرمه شریف بود. تشکر زیاد، دستتون درد نبیند. سلام باشید. چون امروز یادی از استاد عزیز میکنیم، هر یکی ما جمع آمدیم هر چیزی که در دل ما هست بگوییم. هر خاطرات نیکی که در روح خاطر ما هست ما باید بگوییم. سرآول من همه شما مهمونانی که امروز گرامی داشت یعنی استاد بزرگ آمدن، همه مهمونان استاد عزیز خوش آمدید میگم. استاد عزیز آقای سیدالله آقای بودگاه، استاد عزیز استاد نظام قاسم آقای شهریابون، همه شما را خوش آمدید میگم. خرسند از اون شدم که استاد عزیز در فیض آباد آمدن و عشقای 50 سال پیش اونا یاد کردن. تمام نسلی انا میخوام با روی زیبای ما شما را مجبور میکنن که شما انقدر شعری اندیشه بسیار زیاد نویسید. سلامت باشید. بار دیگر خوش آمدید. تشکر برای همتون. تشکر برای محترم رئیسی عزیز که همین گرامی داشته برای همه ما تقدیم کردن. آمدی جونی من، آمدی خوش آمدی ای جونی من، خوش آمدی بر درگهم مهمانی من. یک چیز دیگر گفتم میخوام، حاضر همه اشاره کردم و تمامی نمود شعرهای استاد. همین استاد از استاد آقای سیدخود میگه که ممکن کسی در همین نقراتایی که در سرودو می نویسن اگر استاد می نوشتن شاید با همون معذرتشون کسی نمیتونست. یک ترانه است استاد آقای دونه بهرام میخونن، او ترانه خیلی است. همین نقراتی که همین در همین ترانه است و نسل به نسل میخونن از استاد حضور صابر است. چشمی بد کس به چشمی مستت نرسد، آفت به لبانی من پرستت نرسد. من پیش خدا همین مرا میطلبم یاره، بر قد مبارکت شکسته نرسد. قد نوده خامه بالای لبی بامه، مورد دلکم در قدمی عشق تو بنده، رفتاری تو فنده، عاشق به تو باشم مایل به تو باشم، عاشق به قدمای کفی پای تو باشم، مایل به تو باشم، مایل به لبینه شکر خواهی تو باشم، عاشق به قدمای کفی پای تو باشم. سلامت باشید، زنده باشید.